می‌آورند. بررسی چاکراها در کتاب حکمت. چاکراها سیستم انرژی بدن انسان را تشکیل می‌دهند و در بسیاری از فلسفه‌ها و سنت‌های معنوی مانند یوگا، طب سنتی هند و تبت شناخته شده‌اند. کلمه چاکرا از زبان سانسکریت به معنای چرخ یا دسته است و به طور نمادین به مراکز انرژی در بدن اشاره دارد که به شکل چرخ‌های چرخان در نظر گرفته می‌شوند. این مراکز انرژی در طول ستون فقرات قرار دارند و هر کدام با جنبه‌های خاصی از جسم، ذهن و روح انسان مرتبط هستند. 1. تعداد و موقعیت چاکراها. در سیستم سنتی هند معمولاً 7 چاکرای اصلی وجود دارد که از قاعده ستون فقرات تا بالای سر کشیده شده‌اند. 1. چاکرای ریشه. این چاکرا در نزدیکی انتهای ستون فقرات قرار دارد و با احساس امنیت، بقا و ارتباط با زمین مرتبط است. رنگ آن قرمز است و به زندگی مادی، آسایش و تعادل در دنیای فیزیکی مربوط می شود. 2. چاکرای خاجی. در ناحیه پایین شکم و نزدیک به شکم قرار دارد. این چاکرا با احساسات، شهوت، خلاقیت و ارتباط با دیگران در ارتباط است. رنگ آن نارنجی است. 3. چاکرای خورشیدی. در ناحیه شکم و اطراف معده قرار دارد. این چاکرا مربوط به قدرت شخصی، اعتماد به نفس و اراده است. رنگ آن زرد است. 4. چاکرای قلب. در وسط قفسه سینه و بر روی قلب قرار دارد. این چاکرا با عشق، شفقت، پذیرش و تعادل عاطفی ارتباط دارد. رنگ آن سبز است. 5. چاکرای گلو. در ناحیه گلو قرار دارد و به ارتباطات، بیان شخصی و صداقت مربوط می شود. رنگ آن آبی است. 6. چاکرای پیشانی. این چاکرا در بین دو ابرو و در قسمت پیشانی قرار دارد. با شهوت، بصیرت و درک بالاتر مرتبط است. رنگ آن نیلی است. 7. چاکرای تاج. این چاکرا در بالای سر قرار دارد و به ارتباط با دنیای معنوی و آگاهی جهانی ارتباط دارد. رنگ آن بنفش یا سفید است. 2. چگونه چاکراها بر زندگی ما تاثیر می‌گذارند؟ چاکراها به طور مستقیم با جنبه‌های مختلف زندگی ما مرتبط هستند. هر چاکرا تأثیرات خاصی بر بدن فیزیکی، احساسات، ذهن و حتی روح